یه خانواده به اسم بیل توی مزرعه آروم توی آمریکا زندگی می‌کردن تا اینکه یهو از یه شب شروع شد به شنیدن صداهای عجیب و غریب. مثلا انگار یه چیزی داشت تو خونه راه میرفت، دیوارا رو میخاروند یا با انگشت به شیشه میزد. هیچ کس نمیدیدش ولی صدا واضح بود. این قضیه کم کم بدتر شد، مخصوصاً برای بتسی، دختر نوجوان خانواده. بعضی وقتا میگفت یهو حس میکنه کسی داره موهاش رو میکشه یا میزنه یا حتی توی گوشش زمزمه‌های بد و مسخره آمیزی میکنه. موجود نامرئی انگار فقط میخواست اونو عذاب بده. شایعه این خونه جن‌زده همه جا پیچید. حتی اندرو جکسون که بعدها رئیس جمهور شد از راه دور اومد تا خودش این را ببینه. اما وقتی کالسکش نزدیک مزرعه رسید، ناگهان وزوز کرد و از حرکت ایستاد. میگن یه صدای ترسناک به جکسون گفت زود باش، برگرد خونتون، و اونم ترسید و برگشت. همه چیز وقتی واقعاً ترسناک شد که اون موجود شروع کرد به حرف زدن واضح. یه صدای خشدار و گاهی مسخره کننده که خودش رو جادوگر بل معرفی میکرد. بارها گفت که از آقای بل، پدر خانواده، بدش میاد و میخواد اونو بکشه. کم کم آقای بل بیمار شد. نمیتونست خوب غذا بخوره و قواش رو از دست داد. در نهایت آقای بل مرد. مردم روستا اومدن مراسم خاک سپاریش، اما درست وقتی که میخواستن تابوت رو پایین ببرن، ناگهان صدای خنده بلند و دیوانواری از ته قبر بلند شد. همه وحشت زده شدن. صدای جادوگر فریاد زد کارم با جان بل تموم شد ولی میمونم. بعد از اون روز کم کم اون صداها و آزارها قطع شدن.